با درود، حکایت مردی که ردش بر روی سنگ قبر باقی مانده است. یکی از قبرهای پرمعنا و چشنواز طایفه بزرگ سالارون که همگان را به تفکر فرو برده است. این قبر با نقش زیبای 2 فرشته مزین شده است. نقوش با ظرافت‌های خاص طراحی شده، به گونه‌ای گویی که فرشتگان آسمانی روح پاک و ربانی فرد متوفا را از زمین به سوی آسمان میبرند. این تصاویر نه تنها شکوه و عظمت معنوی را به نمایش میگذارد، بلکه پیام‌آور عمیق انسان با عالم ماورا و زندگی پس از مرگ است. در نگاه به این آرامگاه می توان احساس کرد که فرد فوت شده کسی بوده است که در راه تقوا و نورانیت قدم برداشته و اکنون روح او در مسیر تعالی و نزدیکی به خداوند در حرکت است. آری، آرامگاه شیخ فتح‌الله فتحعلی معروف ملا شاپور یا کلی شاپور معلم دینی و مدرس قرآن بوده است در زمان خود. سال 1332. یاران، برادران، مرا یاد کنید، افسوس که روح در بدن نیست. کوتاه اما عمیق، انگار که خود متوفا با حسرتی از آن سوی مرگ صدایی میفرستد برای زندگان.